باورم نمیشه با این روش اچس اسکلیتی رو رایگان گرفتم. اگه تو هم میخوای مثل من اچس اسکلیتی رو رایگان بگیری پس تا آخر این ویدیو همراه من باش. هلو گایز، امروز اومدیم با یک روش خفن، روش اچس اسکلیتی رو رایگان بگیریم. میدونم که همتون میخواین که اچس اسکلیتی رایگان داشته باشی و پولم ندارین، اما من امروز اومدم یه روشی براتون بدم که اچس اسکلیتی رو رایگان بگیری. پس تا آخر این ویدیو همراه من باش. خب دوستان، اول گیم پلی 5 دقیقه‌ای رو میبینیم. بعد داخل این گیم پلی یه توضیحاتی برایتون میگم که اگه اون توضیحات کامل، ویدیو رو کامل نبینین و توضیحات رو کلا نفهمین نمیتونین اچس بگیرین رایگان. خب اولا میخوام که راجع به کامنت های ویدیو قبلی بگم که گفته بودید اکانت رایگان بذار. دوستان وقتی که 200 شدیم یک اکانتی میدم که شانسش خیلی بالاه و واقعا 100 تا سی پی هم زده شده و گردونه های خوبی هم زدیم. و شرطاش چطوریه؟ باید کانال ما را ساب داشته باشی، ویدیو رو لایک کنی و داخل و زیر کامنت های این ویدیو رو یک چیز انگلیسی بنویسی تا شرط ها قبول شه و تو هم بتونی در قرعه کشی ثبت نام کنی. خب و بخوام که راجع به اچس اسکلیتی بگم. اچس اسکلیتی دوستان وقتی که کارایی رو میگم و انجام بدی باید تا آخر این ویدیو با من نگاه کنی و کارایی که میگم و انجام بدی، تک تک کارا رو. خب وقتی که انجام میدی بتل پسش کلا میاد، نیاز به سی پی نداره. خب فقط باید اون کارت های آپگرید رو داشته باشی، کارت های آپگرید بتل پس. خب بعدش هم تا بتونی که همه وسایلاش رو بگیری چیز میگن. خب فقط اچس رو نمیده، اچس اسکلیتی همه وسایلاش رو میده تا برید کیف کنید. خب هیچکی به شما این روش رو نمیده، اما من به ویوران اهمیتی میدم و این روش باحال رو به ویوران میدم. خب بعد از اینکه گرفتیم باید آپگریدش کنی و وسایلا رو تک تک میدن و الان هم گیم پلی تموم میشه و براتون روشش رو میدم. خب راجع به این که بگم دوستان، راجع به اینم بگم هر وقتی که من مثلا من 200 شدم یه دونه اکانت رایگان میدم، 300 شدم یه دونه اکانت رایگان میدم، مثلا 400 یا 500 شدم 2 تا اکانت رایگان میدم. خب از اون طرف هم همه میگن اکانت رایگان بده. اینو میخواستم بگم که مثلا که سوالایی نپرس. خب الان هم میریم تا آموزششو بدم. خب اما باید ساب کنی، اگه ساب نکنی روششو نمیدم. ساب کن تا روششو بدم. ساب کردی مرسی. دوستان میرید ستینگ بخش بیسیک، میرید پایین میرید این گزینه دیسپلی لفت فایر بوتون رو آف میکنید. بعد میرید رو پروفایلتان، این گزینه بخش آنلاین گزینه اینویسیبل رو انتخاب میکنید و اینجا رو چند بار اینجوری میکنید. بعد میرید بخش ستینگ و زبانتان رو فرانسه میکنید. خب و وقتی که داخل بازی اومدید میبینید که زبانتان فرانسه شده. خب
و الانم اگه برید رو قسمت بتل پس خب میبینین که چیز اسکلتی اومده بتل پس. من اینو زدم و واقعا برید کیف کنید، خیلی خوبه. خداحافظ.